الهی با امید تو دوستان سلام. میخوام یه هدیه‌ای بهتون بدم که در این عصر بی‌نظیره. مانیتور رو هم ببینیم. این کتاب عزیزان دل چه کتابی است؟ کتاب غیبت شیخ طوسیه. بریم صفحه 277 از این چاپی که من دارم و این حدیث رو تقدیم نگاه شما مردم آخرالزمان میکنم، شیعیان خوب عصر آخرالزمان، از امام صادق جان ما، از جد بزرگوارشون رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که فرمودند سیأتی، در آخر الزمان خواهند اومد قومی که من بعدکم، بعد از شما صحابه هستند که اطراف من هستید. این قوم در آخر الزمان میان. اینجا سینی که اومده مورد آخر الزمان قبلا این رو عرض کرده و احادیث دیگر هم گواهی میدن که پیامبر داره در مورد مردم آخر الزمان صحبت میکنه، بیشتر در مورد عصر غیبت در واقع، مخصوصا مردمی که به عصر آخر الزمان نزدیکترن، چون اوضاع سخت‌تر میشه، که یک مرد اونها الرجل الواحد منهم، یک مرد اونها یا زن اونها اجر 50 نفر شما رو داره. شما صحابیون الان در کنار من نماز میخوانید، خوبهاتون تازه چقدر ثواب میبرید؟ 50 نفر شما رو، خوباتون رو یه جا کنید، میشه یه نفر مؤمنین آخر الزمان. عزیزان قدر خودتون رو بدانید، اصلا مسیر کج نباید بریم. ما سوال پرسیدن، گفتن که ای رسول الله، ما که همیشه این جملات رو میگفتن سریع، ما در جنگ بدر در رکاب شما بودیم، در جنگ احد، در جنگ حنین، قرآن در میان ما نازل شد، ما در اطراف شما بودیم، قرآن نازل شد، یعنی ما فضیلتمون زیاده، پس چرا شما اونها رو تفضیل میدید بر ما؟ پیامبر فرمود انکم، خوب گوش کنید عزیزانا، انکم شما لو تحملوا لما حملوا یا حملوا، حمل درست داره، اگر شما به دوش میکشیدید اون باری رو که اون مردم آخر الزمان قراره اون بارها رو به دوش بکشن و این به دوش شما اگر می افتاد، لم تصبروا صبرا، قطعا صبر نمی کردید، نمیتونستید این بار رو یک قدم جلو ببرید و مانند اونها نمیتونستید صبر کنید. اون بار چی عزیزان؟ ندیدن پیامبر و ایمان به او، ندیدن امام مهدی و ایمان به او، ندیدن هیچ یک از امور مربوط به اهل البیت علیهم السلام و ایمان به اونها. از چه طریق؟ پیامبر فرمود از طریق ایمان به کلام اهل البیت علیهم السلام، آمنو به سواد علی بیاض، به همین روایات سیاهی که روی کاغذهای سفید نوشته. عزیزان دل قدر خودتان رو بدانید و این حدیث شوخی نیست، این رو پیامبر 10 بار با عبارات دیگر فرمود، در نقاط مختلف و در شرایط مختلف با